العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد دوام درسی که در بیان طلاق بود، یعنی طلاق از دیدگاه اسلام چگونه هست، باز هم مختصرا به سمع شما میرسونم. بسیار در جامعه به چشم میخورد امروزه جوان پسر یا جوان دختر عائله برپا میکند در حالی که از طلاق با خبر نیست. اکثر مسلمان ها امروز از دامن زندگی، یعنی مسئله طلاق و نکاح، با خبر نیستند. امروز بعضی جوان ها از زبان خود سخن های میبرند در بابت طلاق، در حالی که نمیدونند که این زن طلاق میشود. و همین خاطر خواستم بنده امروز هم گرفتم دوام درسی بیان طلاق را به شما انشاءالله به علم ناکافی خود میرسانم. انشاءالله هر برادر، هر خواهری که انشاءالله در دل قصد داره که یک چیز از دین آگاهی پیدا کنه، یک چیزی که برای اون نافهم است، انشاءالله از خدا امید دارم که برای خود میگیره. به خاطر که این کتاب هایی که ما برنامه هایی که تیار میکنیم انشاءالله که به خود یک فایده دارد وقتی اگر ما مسلمان ها در پی جستجو باشیم. الله متعال صحبت ما بنده گناهکار عاجز خالصانه از برای ذات خودش بگردانه. پروردگار مهربان را از ریا و از بدی ها دور بگردانه. امروز میخواهم اقسام طلاق به اعتبار لفظ، یعنی به لفظ چگونه هست طلاق، خواستم در این باره کمی به شما صحبت داشته باشم. 1304 طلاق بر دو قسم است. همین طلاق بر دو قسم تقسیم می شود: صریحی، کنایه. یکم صریحی گفته آشکار و کنایه با طلاق داره با کنایه. چگونه که ما و شما در قیه انسان صحبت کنیم کنایه میزنیم که مقصد همون انسان همین کار کرد. همین طلاق هم دو نمود می شود: صریحی می شود، طلاق می شود. یکم صریحی این است که لفظی جاری شده غیر از طلاق احتمال دیگر نداشته باشد. غیر طلاق یکم احتمال دیگر نداره، فقط همون نیتش طلاق. مثل این که شخص برای عیال خود میگوید که تو طلاق، زنش میگه تو طلاق، یا تو طلاق دادم، یا تو رو طلاق دادم میگه زنش، یا عیال من طلاق است، یا میگه زن من طلاق است. در این گفته ها زن یک طلاق رجعی می شود اگر چی نیت بیشتر داشته باشه. در این الفاظ زن یک طلاق رجعی میشه. تو طلاق، یا زن ترم طلاق دادم. همین سخن طلاق رجعی یعنی مرد میتواند بدون عقد مجدد از گفته خود رجوع نماید. بیان طلاق رجعی در آینده مفصل خواهد شد. بیان طلاق رجعی را باز در صحبت های آینده انشاءالله مفصلا بیان میکنم. برای طلاق رجعی دیمباره نکاح کردن شرط نیست. زن نزد مرد خود میشیند میگه که خیلی مرا ببخش، مثلا ناراحت کردم، من قطع جنگ کردم، بخشش میپرسد. در آغوش زن شوهرش میشینه، چی میشه؟ درست میشه. شرط نیست که نکاح کنن. بازم مفصلا بیان میکنیم. مسئله دیگر: اگر شخص برای زن خود بگوید که گردن تو طلاق، مرد میگه سن زنش که گردن تو طلاق، یا سر تو طلاق، یا بدن تو، یا جسد تو، یا فرج تو، یا نصف تو، یا ثلثی، در تمام این گفته ها زن طلاق می شود. در تمام همین مسئله که اسی گفتیم که زنش میگوید که روحی تو طلاق، یا سری تو طلاق گفت، یا جسدی تو طلاق، یا فرجی تو طلاق، یا نصفی تو طلاق گفت، یا سیکی تو طلاق گفت، در همه گفته ها زن طلاق می شود. اگر شخص در یک مجلس برای زن خود گفت یک طلاق، در یک مجلس گفت یک طلاق، دو طلاق، یک طلاق گفت، گفت دو طلاق، سه طلاق می شود. یعنی مقصد به لفظ نگفته، جدا گفت یک طلاق گفت،
با ایستاد با گفت که 2 طلاق، در اینجا میگه 3 طلاق واقع میشه. یا با این یک مرتبه گفت 3 طلاق یا 1000 یا بیشتر ایالش 3 طلاق میشه، یا زنش گفت 3 طلاق یا گفت 1000 طلاق، گفت در اینجا 3 طلاق واقع میشه. و تا آن با شوهر دیگر ازدواج نکند و شوهرش با اختیار خود او را طلاق ندهد یا نمیرد، به شوهر اوله به هیچ عنوان حلال نمی شود. وقتی 3 طلاق که داد، او زن رفته شوهر میکنه، او شوهر قطع زندگی میکنه، شوهر دوم قطع، شوهر دوم خواست طلاقش کرد، بعدا این شوهر اولینه میتونه که برای واقع زندگی کنه، یا اینکه اون شوهر دوم وفات کنه، اون شوهر دوم چی کنه؟ وفات کنه، حلال نمیشه. صورت به شوهر خود حلال میشود که شوهر دوم با او جماع کرده باشد، با او جماع کرده باشد، باز همون شوهر دومی که میکند همون زن خانه کردگی باشد. امروز یک مصیبت، یک نافهمی امروز هست که حلاله را در تاجیکستان این گونه میکنن که یک زن میبرند بعد شوهر خوب میکنن، یا شو نمیموننش که نزدیکی کنه، همین که با سحر کشید او جماع کرده است نکرده است مجبورش میکنن که طلاق ده. این گونه حلاله حرام است. اون زن قیو شوهر زندگی میکنه، اون مرد از اون زن لذت میبره، زنم از اون مرد لذت میبره، با او خواست که طلاقش کنه، طلاقش کی کرد بعدا این میگیره. نه این گونه ای که امروز در پاکستان رونق داره که یک مرد که میارن حلالش میکنن، سحر طلاقش میکنه و این میگیره. این گونه نه. این حیله بازی را یک سه بگذاریم که فردای قیامت عذاب درناک در پیش داریم. حلاله همین است که او قیش شوهر دیوم زندگی میکنه، او قیش خوب خیز میکنه، او خودش میکنه بعد. مسئله دیگر، اگر کسی ایال خود طلاق رجعی داد و بعدا رجوع کرد و بعد از 10 سال یک طلاق رجعی دیگر داد و رجوع کرد، اگر بعد از 10 سال دیگر یا بیشتر یا کم طلاق بدهد، این 3 طلاق میشود. یک مرد زنش گفتیم که گفت زنک طلاق، گفتیم که لفظ رجعی را بر، یعنی طلاق رجعی که زنش با 10 سال گذشت مقصد طلاق رجعیش کرد، با رجوع کرد گرفتش، با بعد 10 سال باید طلاق رجعیش کرد، با بعد یا چند سال باید طلاق دیگرش کرد، یا طلاق رجعی علاقه 3 طلاق میشه. امور میگه که وقتی 3 طلاق میشود و طلاق های متفرقه جمع میگردن، همون طلاق هایی که متفرقه بدن مقصد چند سال ها پیش کردگی بود، همون ها به هم دیگر چی میشه؟ جمع میگردن. مسئله دیگر، آنچه از گفته های رهبران مذاهب اهل سنت در مورد واقع شدن 3 طلاق در یک مجلس واقع میشود. مذاهب اهل سنت میگه در مورد شدن 3 طلاق در یک مجلس بیان قطعا 3 طلاق میشه، به یک لفظ در یک مجلس واقع میشود. به این خاطر در یک مجلس که همون 3 طلاق که گفت 3 طلاق میشه واقع میشه. و در کتاب الفقد علی المذاهب اربعه چنین ایراد گردیده است که وقوع طلاق ثلاثه در یک مجلس از آن مسائل است که در عهد خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اجماع صحابه بر آن واقع شده است. مقصد که همون 3 طلاق یا طلاق واقع میشه وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه ای را گرفت دیگر در یک مجلس 3 طلاق گفت، همه صحابه که در این اجماع کردن دیگر حجت به ما دیگرگونی و چی کردن نیست، یعنی 3 طلاق در مجلس که گفت 3 طلاق میشه. و در مسئله که اجماع امت بر آن صحه گذاشته، هیچ مجتهد در هیچ عصر و زمان مطابق مذهب اهل سنت نمیتونه خلاف آن را فتوا دهد. وقتی که او خلفای راشدین دور صحابه ده که به همون اتفاق افتادن، یعنی به همون قول حضرت عمر رضی الله عنه که روزه کشیدن اجماع کردن، دیگر هیچ عالم هیچ مجتهد نمیتوند که این قول دیگرگون کند، یعنی در مجلس همون 3 طلاق میشه. فراموش نکنی برادران علیه السلام، این مسئله به حد مهم است. میگذاریم در بیان طلاق کنایه‌اش خیلی مقصد ما گفتیم صریحی هسته، کنایه هسته. صریحی را به شما رسوندیم، الان کنایه طلاق میرسونیم. مسئله دیگر، کنایه آن لفظی است که مقصود آن پوشیده باشد و آن 2 قسم است. کنایه طلاق همیه که مقصودش پوشیده، آشکار نیست، آشکار زن نمیگه،
پوشیده. یکم قسم این است که به گفته آن طلاق رجعی واقع می شود و آن 3 لفظ است. یکم قسم کنایه طلاقی است که رجعی واقع می شود، آن 3 لفظ است. 3 لفظ قطعه رجعی واقع می شود. یکم این که مرد برای عیال خود می گوید، برای عیال خود بگوید شماره کن، شماره کن، یعنی کن که یا طلاق یا 2 طلاق یا 3 طلاق، یا لفظی رجعی میگویند. یعنی همون را میگه که یک قسم این است که به گفته آن طلاق رجعی واقع میشد و آن 3 لفظ است. 3 لفظ است، خیلی 3 لفظ. این که مرد به عیال خود بگوید شماره کن، یعنی شماره چه میگن؟ حساب میگن. دیم پاک ساز رحم خود را. دیم چه میگه؟ رحم خود پاک ساز ایمن. سیم تو یک هستی در این 3 لفظ. اگر نیتی طلاق نداشته باشد طلاق واقع نمی شود. یا اینکه سیمش چی بود؟ تو تنها هستی. این زنش میگه تو تنها هستی. در او یکمش گفتیم که زن میگه تو خود شماره که تو 1 هستی یا 2، 3 هستی یا 4. زن همتر میگه. یا که در لفظ دیمش میگه رحم تا ایمن پاکه، اون بچه دان تا ایمن پاکه. در سیمش میگه که تو 1 هستی، یعنی زنش میگه تو تنها هستی. میگه اگر نیت طلاق داشته باشه طلاق رجعی میشه، اگر نیت طلاق نداشته طلاق واقع نمیشه. میگه قسم دوم از کنایه به گفته آنها یک طلاق با این واقع میشه. قسم دوم کنایه یک طلاق با این واقع میشه و اگر نیت 3 طلاق رو داشته باشد 3 طلاق واقع میشه، نه که اگر با نیتش 3 طلاق باشد 3 طلاق میشه. در دوم نوع کنایه طلاق 3 طلاق واقع میشود و اگر نیتی 2 طلاق رو داشت 1 طلاق با این واقع میشود. اگر نیتش 2 طلاق باشه 1 طلاق با این میشه و آن به ایستی که یک لفظ است. میگه مثل این که مرد برای زن خود بگوید. مرد برای زن خود چی میگه؟ تو جدا هستی. زن خود میگه تو جدا هستی، یعنی ایمن جدا هستی، تو قطعی هستی میگه. یا زن میگه تو قطعی هستی. یا سیم چی؟ حرامی، تو بر من حرامی. زنش میگه. یا زنش میگه رسمانت به گردنت، یعنی اگه رسمان به گردنت این معنی را داره که اختیاری تو در دستی تو. به اهل خود بپیوند، یا بگه برد پیش خویشاوندان خودت تمام دیگه، من با تو کاری ندارم. زنش میگه. ششمی تو خالی هستی. زنش میگه تو ایمن خالی هستی، اگه دیگه تمام اکه راحت آزاده. هفتم تو بری هستی. هفتم چی؟ تو بری هستی، تو ایمن دور هستی میگه مقصد. هشتم بخشیدم تو را با خودت. یا زنش میگه که من تو را با خانوادتون بخشیدم میگه. نهم رها کردم تو را. نهم لفظی کنایه طلاق چه؟ من تو را رها کردم میگه. زنش میگه که من تو را چیکار کردم؟ رها کردم. دهم جدا شدم از تو. یا زنش میگه که من جدا شدم تمام اکو، جدا شدم از تو. زنش میگه جدا شدم از تو میگه. یازدهم اختیار تو به دست تو است. یازدهم همون کنایه طلاق چی میگه؟ اختیار تو به دست توست میگه. همین اختیار زنش میگه که اختیار تو به دست توست میگه. زن میگه. دوازدهم اختیار نمایی. یا زنش میگه که اختیار نما، بخوای زندگی کن، بخوای زندگی نکن. زنش میگه. سیزدهم تو آزادی. یا زنش میگه که تو آزادی اکه دیگه. آزاد بگیم که با اصطلاح دیگر بگیم یعنی ولا زده سخته دیگه میفورد، زندگی نمیفورد برابر مقصد. چهاردهم روی بند پوش. چهاردهم چی میگه؟ تو روی بند پوش یکه. این به همون طریق دیگه لفظای بگیم که ایرانی بگیم یک نمود طلاق هست که مقصد که روی بند پوش یعنی پشاکو در دست برابر همین طری باشه. پانزدهم کنایه طلاق چادر پوش، یعنی چادرت بسر نمال تا بسر دوز برابر دیگه تمام اکه. شانزدهم طلب پاکی نمو. شانزدهم کنایه طلاق چه؟ میگه زنش که تو طلب پاکی نمو، یعنی اکه تو خط از من پاک دیگه دور که بره. هفدهم دور شوی. هفدهم کنایه طلاق چی میگه زنش؟ میگه ایمن دور شو دیگه تمام دور شوی.
18 بیرون شوی. 18 کنایه طلاق چی میگه؟ بیرون شوی. میگه از خونه من دیگه بیرون شوی. 19 بیرا. 19 کنایه طلاق چی میگه؟ برا از خونه من برو بیرا. 20 حرکت کن. 20 کنایه طلاق زن چی میگه؟ حرکت کن دیگه کنه. اون راه بعضی داخل جنجال ها میشه و کو اون راه میگه حرکت کن برا دیگه تمام دیگه با من داکور نیست میگن کو. 21 کنایه طلاق جستجو کن شوهر ها رو. 21 کنایه طلاق چی میگه؟ میگه کن شوهر رو یا مردک دیگه برای خودت اختیار کن برا بکو یا مردک دیگه به خطا بگی. مثلا شوهرش میگه اگر این قسم الفاظ رو در حالت مذاکره طلاق مرد به زن خود گفت حاکم شروع حکم به طلاق میدهد. همین گپایی را که از نامبر کردیم اگر که گفت همین گپا را یعنی 21 نمود کنایه طلاق که گفتیم از همینجا اختیار به دست داری و تو آزاد هستی و راهی تو کشوده هست تو از مجدا هستی و تو حرام هستی همین ها را که گفت نیتش اگر طلاق یعنی نیتش همین طلاق سه طلاق نه یا همین طلاق باشه اگر یا طلاق بویی لکن نیتش سه طلاق باشه اگر انسانی را که در همه کنایه های طلاق که گفته رها کردم تو را تو حرام هستی همین ها را که 21 نموده که نامبر کردم همین ها را گفت اگر نیتش طلاق باشه یا طلاق بوین میشه. طلاق بوین باز از نو شاهد آورده و نکاح میکنن لکن نیتش سه طلاق باشه زن سه طلاق میشه. فراموش نکنی این بود بعضی از مسائلی که در بابت طلاق هست. تا درس‌های آینده در پناه الله مهربان باشید. از الله مهربان خواهانی هستم که الله متعال از جامعه ما مسلمان هایی که امروز در بدر شدیم از دین دور شدیم الله متعال این طلاق کنی را از بین ما دور بگردان و پروردگار مهربان بین جمعیت مسلمان ها نکاح و همبستگی را و عفت و پایداری بگردان و ما مسلمان ها را از تفریق اندازی و از خونریزی و از دین دور شدن پروردگار مهربان هدایت بساز و پروردگار مهربان همیشه ما را پیروی تقوا و عمل توحید حقیقی نصیب بروزی بگردان از کفر شرک و حرامی ها الله متعال ما شما را دور بگردان. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد.